به نظرم قهرمان رو مسئول کرده بود. از کجا گرفتیش؟ راننده خرید. اصرار داشت من مهمون کنه. یارو رو میشناختی؟ نه راننده است دیگه راجع. میشناختیش؟ بیشتر از این ازت انتظار داشتم. درسته، بله راجعیس خیلی شکاکه، اما به درمونش دیوونه بودن. وقتی اون دانشگاه قبول شده بود اونا اصلا جدا شدن و بهش نگفتن. موقع کریسمس که اومد خونه با آدمای غریبی مواجه شد. این تمام وسایلش رو ریختن بود. البته در مورد فردی که ماشین نوستالژی برای آمریکا گم شده خلق کرد جای تعجب هم نداره. این امکان نداره. یعنی نامزد ریاست جمهوری میخواسته منو مسموم کنه. وقتی احمقانه است که اتفاق میفته و اتفاق میفته. از اینکه برام داستان درست کنم متنفرم. من به تهران زنگ میزنم و تو برو تعطیلات از این چیزا دور شی. اون نمرات تو رو پایین نمیاره. به خاطر این درگیری هیچ کس کنار نمیکشه. وقتی درگیری نیست میذارن بعضی حرفشو گوش میکنم. خب بعضیشون ولی تا وقتی که اون همش میگه نباید برنامه نگاه کلی تعریف کنی، یعنی اون داره میبینش، مردم اینو میدونن و مردم چیزی که اون میبینه رو میدونن.